خیلی خوب جوانا، یه حرف شیرین دارم با شما جوانای عزیز. ببینید حتما تو خونهاتون برق رفته و حتما هم برای شما اتفاق افتاده. وقتی میرید با اینکه میدونید برق رفته و وقتی میخواد وارد اتاقتون بشید یا مثلا دشویی، ناخودآگاه دستتون میره که به سمت کلید که کلید رو روشن کنید. بارها این اتفاق برای خود من افتاده و مطمئنم برای شما هم افتاده. ناخودآگاه ذهنت میگه برو کلید مثلا بزن، احتمالاً برق هست. خب زنگ گرفتن هم مثل همین روشن کردن کلید داشت. هی ناخودآگاه وجودت میگه بهت میگه برو زن بگیر، هی تو میترسی، عقلانیت میگه میترسی، ناخودآگاه میگه برو بگیر، هی دستتو میبری که بری زن بگیری ولی میترسی. ببین رفیق جان، نترس. زن گرفتن یه خوبیایی هم داره. یکیش همین پدر شدنه، نعمت پدر شدن، نعمت مادر شدن. این تو ازدواج به دست میتونی بیاری، جای دیگه نمیتونی. آره